میگن پرورش قورباغه توی ایران درآمدش حتی از نفت هم بیشتره. البته پرورش قورباغه گوشتی فعلا توی شمال انجام میشه و هدفش هم صادرات اون به کشورهای جنوب شرق آسیا مثل چینه. جالبه بدونین ابتدا با پرورش قورباغه خوراکی توی ایران مخالفت میشد، اما مسئولین رفته فهمیدن که نه بابا، اگه صادراتی باشه معنی نداره. جالبتر این که یکی از عمده مشکلات پرورش دهندگان قورباغه مارها هستن که قورباغه برای اونها غذای لذیذی و احتیاج به نگهبانی شبانه روزی داره. تنها گونه قابل پرورش هم گونه راناست که هم خواهان زیادی داره، هم گوشت مرغوبی و همین که با شرایط ایران سازگاره. غذای قورباغه هم حشراتی که مفت و مجانی و با چند تا لامپ مهتابی میشه حشرات زیادی رو جمع کرد که خوراکشون بشن. هر قورباغه هم نهایتاً تا 3 کیلو وزن میگیره و جثه اندازه مرغ داره. بعد از اینکه به مرحله گوشتهی هم میرسن، صید و فریز میشن و به ترکیه میرن. جالبه بدونید که ترکیه پخش کننده اصلی قورباغه در سراسر دنیاست و حتی به آمریکا و اروپا و کلی کشور دیگه هم گوشت اون رو صادر میکنه. بهم بگین ببینم شما هم حاضرین چه این کاری رو شروع کنین؟